سوره حجر، اصل حجر نام منطقه‌ای هست که اونجا قوم ثمود زندگی می کرد. حجر اصلش از حجر گرفته شده. حجر به معنی سنگ، منطقه‌ای که سنگلاخ باشد یا محاصره شده با سنگ ها، مثلا بین دو کوه. گاهی شهری هست که اطرافش تمام چی هست؟ کوه هست، گویا با سنگ محاصره شده. چنین منطقه‌ای را حجر میگویند. بین مدینه و شام در همین مسیر یه منطقه بود که مربوط به همین گروه بود، به گروه عرض کنم ثمود، قوم ثمود، اصحاب الحجر اینها را میگویند. لذا در این سوره مبارکه چون بحث اصحاب حجر می آید، داستان اونها می آید که داستان اونها هم تکان دهنده و آموزنده هست، به این دلیل اسم این سوره سوره حجر نامگذاری شده. اما ربط این سوره، مناسبت این سوره با گذشته، در سوره یوسف و قبل از سوره یوسف سوره هود هست، سوره یونس هست. شما خواندید دلائل را، دلائل توحید را، چه دلائل عقلی در سوره یونس، چه دلائل نقلی در سوره هود از همه انبیا، چه خود سوره یوسف که دلیل عمده‌ای بر این داشت که عالم الغیب فقط خداست، مدیر و مدبر و متصرف هم فقط خداست، حتی انبیا نیستن. اما در سوره رعد بعداً بعضی تذکرات و تنبیهات بودن. در سوره ابراهیم وقایع دنیوی و اخروی بیان شدن. لذا جایی در این مسئله پوشیده نمانده، مخفی نمانده. مسئله شفافه، آشکار، واضح هست. حالا در سوره حجر چی میفرماید؟ که این مسئله‌ای که با دلائل مختلف و با وقایع دنیوی و اخروی به اثبات رسید، در مقابل این مسئله تسلیم بشید و الا پشیمان بشید. عذابی بر شما میاد مثل امم گذشته، مثل اصحاب حجر، ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین. لذا از نافرمانی، تمرد، ادامه دادن در مسیر شرک، از این برگردید. خلاصه سوره حجر اینه که در این سوره الله تعالی دو تا دلیل عقلی ذکر می‌فرماید و همچنین دلیل نقلی ذکر میشه. 5 نمونه از تخویف دنیوی هست، 3 تا مال اقوام گذشته، 2 تا مربوط به کفار و زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. الله تعالی تمهید بیان می‌فرماید، آغاز می‌فرماید با مقدمه سوره را. الف لام را از مقطعات است. تلک آیات الکتاب، این آیات کتاب هستند. منظور از کتاب وقتی که ذکر خود قرآن مجید است، اکثر مفسران میگویند که کتاب هایی که قبل از قرآن نازل شده. یعنی این آیات، این مطالب فقط مال قرآن نیست، مال کتب سابقه هم هستند. این آیات کتاب، الف لام جنس است، یعنی کتب سابقه و آیات قرآن مبین. این آیات مشترکی هستند، چون در این آیات توحید است، در این آیات قیامت است، در این آیات کرامت انسان است. اینا در همه کتاب ها بودند. قال مجاهد و قتاده الكتاب هنا ما نزل من الكتب قبل القرآن. روح المعانی، مراد از کتاب هایی که قبل از قرآن از کتب سابقه نازل شده. ربما یود الذین، رب هم به معنی قلت میاد، هم به معنی کثرت. رب یعنی خیلی کم، رب یعنی خیلی زیاد، هر دو معنی میاد، دو معنا هست. اما اینجا به معنی خیلی زیاد هست، بار هست. منظور آیه چی هست؟ یعنی وقتی که کفار عذاب را ببینند، عذاب را مشاهده بکنند، بار تمنا می کنند که کاش مسلمان بودند. زیاد تمنا می کنند. ربما
ما به زبان فارسی ترجمه میکنیم چه بسا، چه بسا یعنی خیلی زیاد. یود الذین کفروا، دوست دارند، تمنا دارند کسانی که کفر کردند به وقت مشاهده عذاب، وقتی که عذاب را میبینند آنها بار بار در دل تمنا میکنند لو کانوا مسلمین، کاش آنها مسلمان بودند، کاش آنها تسلیم میشدند، در مقابل الله تسلیم میشدند. الله تعالی اینجا سرزنش میفرماید اینها را، ذرهم یأکلوا، الان پشیمان نیستند، هی تو عیش و عشرتشون هستند. اینا کی پشیمان میشن؟ وقتی عذاب ببینند. ذرهم، بگذار آنها را، یأکلوا، بخورند، و یتمتعوا، بهره بگیرند. معلوم میشه که اینکه انسان هم مغمش فقط خوردن باشد و فقط استفاده در دنیا، استفاده از لذات، استفاده از شهوات، استفاده از خوراکی های خوب، نوشیدنی های خوب، شب و روز به فکر عیش باشد، به فکر سفره باشد، به فکر تنپروری باشد، به فکر برآوردن نیاز جنسی باشد، العیاذ بالله. این تفکر، این دیدگاه کافرانه است. دیدگاه مسلمانی نیست. دیدگاه مسلمانی اینه که اینا را به عنوان یک نیاز استفاده میکنن، اما هدف اینها نیستند. این صفت را برای چه کسانی خدا بیان کرده؟ کفار. لذا نباید مسلمان در دنیا طوری زندگی بکند که فرق او با کفار مشخص نشه. مشخص نمیشه مسلمان غیر مسلمان، چون شب و روز بدو جمع کن، بخور، عیشش را ببر، کیفش را ببر، دیگه هیچ فکری نیست. نه عبادت، نه نماز، نه خدا، نه صدقه، نه فقیر، نه یتیم. از همه اینها انسان خودش را بدور نگه داره. این تفکر کافرانه است. الله میفرماید ذرهم، بگذار آنها را، این زجر، سرزنشه، یأکلوا، بخورند، و یتمتعوا، بهره بگیرند، و یلههم الامل. چه چیز اینها را غافل کرده؟ عمل یعنی آرزوها، خیال پردازی ها، تخیلات. خیلی از ما مسلمانان هم هستیم، هی آرزو داریم، آرزوی آنچنانی، عرض کنم ماشین آنچنانی، باغ آنچنانی، ساختمان آنچنانی، همش تو این آرزوها انسان تا حتی زرتم المقابر، تا قبر. این صفت کافر. مسلمان نباید این گونه باشه. و یلههم الامل، غافل کرده اونها را، تمناها، آرزوها، فسوف یعلمون، ان قریب حقیقت را میدانند که آنچه که باید به اون دلبست دنیا نبود. اینا به دنیا دل بستند، او آخرت بود. حالا الله تعالی از عذاب دنیا هم بیم میده، از عذاب آخرت هم بیم میده. خیلی ها بودن مثل اینها دارای ناز و نعمت در همین دنیا هلاک شدن. و ما اهلکنا من قریة الا ولها کتاب معلوم. اما اصلش اینجا اشاره به یک مسئله دیگه شده. چه چیزی باعث شده که کفار اینقدر از خدا دور باشند و هرگز به فکر مرگ نباشند، به فکر بعد از مرگ نباشند، به فکر پاسخگویی در محضر پروردگار نباشند؟ اصل اینه که اینها را فریب داده امهال الهی. چی فریب داده؟ امهال، مهلت دادن خدا. خدا خب در دنیا فوراً نمیگیره، چون دنیا ما قبلا خواندیم دنیا دار مؤاخذه نیست، دار عذاب نیست. قرار نیست که هر مجرمی در دنیا به عذاب گرفتار بشه. اما چرا؟ بعضی را خدا گوشمالی میده، اما زود نه. خوب فرصت اسب دواندن بهش میده، خوب فرصت فکر کردن بهش میده، آخر میزنه خدا او را. لذا اینجا خداوند عزوجل همین بیان میفرماید که در گذشته هر قریه ای را، هر شهری را، هر روستایی را خدا هلاک کرده، بدون مقدمه هلاک نکرده. اول خدای عزوجل حجت را بر اونها تمام کرده، مدتی برایشون گذاشته، اون مدت تمام شده و
معلوم میشه که اون مدت که تمام شد بعد از این 1 دقیقه هم خدا فرصت نمیده. هر کسی، هر قومی، هر قبیله، هر شهری یه مدتی دارد. الله می فرماید ما تسبق من امت اجلها و ما اهلکنا من قریة، ما هلاک نکردیم هیچ قریه را، یعنی اهل قریه را، الا ولها کتاب معلوم، مگر برای اونها مدت معین بود، یعنی نوشته بود در لوح محفوظ. کتاب به همین معنا، در اون لوح محفوظ نوشته بود که وقت معینی دارد. ما تسبق من امت اجلها، هیچ امتی، هیچ گروهی از مدت خودش پیشی نگرفت. و ما یستأخرون، تأخیرم نشد، مدت که آمد نه جلو نه عقب. لذا اینها هم مدتشون که بیاد میخورن تو سرشون. منظور کیا هستن؟ مشرکین مکه. اما مشرکین مکه چقدر گستاخ بودن. عرض کردم دلیل گستاخی، دلیل بیادبی، دلیل این کفرگویی همین مهلت خدایی بود. به رسول الله می گفتند که علیاذ بالله تو دیوانه‌ای. وقالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر، این بعضی از مطالباتشان هست. گفتند ای کسی که بر او ذکر نازل شده، این پند قرآن را می گفتند، انک لمجنون، تو دیوانه‌ای و ادعای نبوتت غلط است. اگر راست میگویی لو ما تأتینا بالملائکة ان کنت من الصادقین، چرا برای ما ملائکه نمی آوری، برای فرشتگان را نمی آوری اگر راست میگویی؟ الله تعالی می فرماید که ما وقتی که فرشتگان را بیاریم برای تماشا نمیاریم. فرشته بیاریم دیگه کار تمام است. در گذشته هم ثابت شده هر وقت فرشته آمده با چی آمده؟ با عذاب آمده. فرشته نمیاد که بالاخره با شما هم مجلس بشه، هم نشین بشه. الله می فرماید ما ننزل الملائکة الا بالحق، ما فرود نمی آوریم، نازل نمی کنیم ملائکه را مگر به حق، یعنی به فیصله. و ما کانوا اذا منظرین، آنها نیستند در آن هنگام فرصت داده بشن. فرشته که میاد دیگه فرصتی نیست. حالا بعد از این که جواب را خداوند داد درباره قرآن می فرماید. الله می فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. درباره بقیه کتاب ها میخوانیم الان، شاید آیش برسیم انشاءالله، که خداوند امت های گذشته را مسئول حفظ کرد، اما قرآن را مسئولیت حفظ را خود خدا به عهده گرفت. مسئولیت حفظ را خود خدا به عهده گرفت. علتش را اونجا عرض میکنم انشاءالله. الله می فرماید انا نحن نزلنا الذکر، همانا ما نازل کردیم قرآن را که پندی هست سراپا، و انا له لحافظون، و ما هستیم برای او حافظ. حافظ اصلی قرآن، نگه دارنده قرآن، از دست برد، از تغییر ما هستیم، نمی گذاریم. ولقد ارسلنا من قبلك فی شیع الاولین، حالا اگر اونا قرآن تو را مسخره میکنند ای محمد صلی الله علیه وسلم تو ناراحت نباش، این تسلی برای پیغمبر است. ولقد ارسلنا من قبلك، همانا ما فرستادیم قبل از شما، فی شیع الاولین، در گروه های گذشته، امت های گذشته، گروه های مختلفی بودند. و ما یأتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون، شما نگران نباش که شما را مسخره میکنند. در گذشته این گونه بوده که و ما یأتیهم، پیش آنها نمی آمد، من رسول، هیچ رسولی، الا كانوا به یستهزئون، مگر بودن نسبت به اون رسول مسخره میکردن. هر رسول می آمد مسخره میکردن.
ای محمد صلی الله علیه وسلم شما تنها نیستی. کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین، این گونه ما داخل میکنیم. چی را داخل میکنیم؟ همین استهزاء را، مسخره کردن را در دل مجرمین، در دل کفار منظور است. یعنی اونا که مسخره میکنن چون خدا مهلتشون میده، علت اصلا مهلته، خدا مهلتشون میده لذا اینها مسخره میکنن. لا یؤمنون به، که به اون ایمان نمی آورند. و قد خلت سنت الاولین، این روش گذشتگان هست که خداوند عزوجل اونها را فرصت داد، اونها انبیا را مسخره کردند، انبیا را عرض به خدمت شما تکذیب کردند، بعدا خدای تعالی عذاب را آورد. این روش خدایی هست. ولو فتحنا، حالا ببینید مشرکین بعضی مطالبات داشتن، مطالباتشون را قبلا هم شما خواندید که آنها میگفتند یک سری مسائلی ما میخوایم از تو، شما مطالبات هفتگانه را، شما این مسائل را برای ما بیار، به ما نشون بده، ما ایمان بیاریم. مثلا اینکه به آسمان پرواز بکنی، دری از آسمان باز باشه، در مکه نمیدونم چشمه ای را جاری کن، در مکه برای کاخی از طلا بساز، سرمایه از طلا داشته باش و امثالهم. الله تعالی می فرماید که ای پیامبر من شما نگران نباش چرا آیات و معجزاتی که اونها میخواهند نازل نمیشه، چون خداوند میفرماید هر معجزه ما بیاریم بعض اینها ایمان نمی آورند. معجزه را که ببینن چی میگوین؟ میگن جادو. این چیه؟ این جادو هست. باز هم ایمان نمی آورند. اینها اراده ایمان ندارند. این که میگوین فلان معجزه را بیار، اینا همه بهانه هست. اقوام گذشته هم معجزه خواستند، قوم صالح خواست، مسیحیان از عیسی خواستند، اما بعد از اون عمل نکردند، بعد از اون ایمان نیاوردند تا اینکه خدا به عذاب گرفتارشون کرد. اینها هم همین را میخواهند. خداوند میفرماید ای پیامبر من ولو فتحنا علیهم بابا من السماء، اگر ما بر اونها بگشاییم دری را از آسمان، اصلا دری باز بشه، فظلوا فیه یعرجون، که بگردند به سمت آسمان عروج کنن، به بالا بروند، یعنی بتونن راه برن به سوی آسمان. الان که خدای تعالی نظام را طوری درست کرده که ما یک قدم به طرف آسمان نمیتونیم بریم، ولی اگر خدا نظام را طوری بگرداند که بتونن به سمت آسمان پرواز کنند، عروج کنند، باز هم چی میگن؟ لقالوا انما سکرت ابصارنا، میگن که چشمهای ما بسته شده. چشمبند را میدونید نه؟ ما چشمبند شدیم. این شعبده بازها وقتی که شعبده بازی میکنند با یک سرعتی که گویا چشم مردم را میبندند، یعنی چشم مردم دوچار اشتباه میشه، اونها یک کمالی ندارند اونجا. پس وقتی که شما نشان بدهید درید از آسمان باز شده و اینها دارن راه می روند، تمام روز بالا می روند، آنگاه چه خواهند گفت؟ لقالوا انما سکرت ابصارنا، ما چشم بند شدیم، چشمهای ما بسته شده، ای اغشیت ابصارنا. و بعد از این پارا فراتر می گذارن بل نحن قوم مسحورون، بلکه ما قومی هستیم جادو شده هستیم. حالا ببینید فرق چشم بستن با جادو چی هست. ببینید در این آیه هر دو آمده. اونا ابتدا میگن انما سکرت ابصارنا، چشمهای ما بسته شده، تسکیر همین چشم بستن را میگن. بعدن میگن نه، اصلا از این هم بیشتر، بل نحن قوم مسحورون. شیخ رحمه الله میفرماید، شیخ حسین علی، مراد از تسکیر چشم بندی و نظر بندی هست، یعنی چنان کرده که اثرش بر چشمای ما هست. چشم ما خلاف حقیقت را میبیند. مثلا چشم ما وقتی که این ستون را به شکل طلا میبینه حقیقتا طلا نیست، اما او چشمای ما را بسته. اگر میبینه که طناب تبدیل به مار شده حقیقتا نشده، ولی چشمای ما را طوری بسته که
مار را به ظاهر مار نشان میده. پس حقیقت در چشم بستن اون چیز حقیقتا به چیزی عوض نمیشه. یعنی بر چشمای ما چنان اثری انداخته که برخلاف حقیقت به نظر میاد. مثلا در مقابل چشمای ما ریسمان مثل مار میشه و این برای تمام بینندگان هر کسی نگاه بکند اونجا اتفاق میفته. اما سحر اینه، این چشمبند هست. سحر اینه که اگر سحر یک نفر را متأثر بکند و عکس و حقیقت و خلاف را ببیند، این همون یک نفر است، تمام نیست. مثلا اینجا یک نفر این دیوار را به شکل انسان میبیند، با او صحبت میکنه، بقیه شما چنین نمیبینید. پس این سحر است. سحر همونه که فقط بر یک نفر اثر میکنه، بر همون مسحور، بر همون جادو شده. چشمبند اینه که وقتی که او را جادوگر یا شعبده باز اجرا میکنه، همه کسان بینندگان چشمشون چی میبینه؟ اشتباهی میبیند. این فرق را گفتند. پس این مطلب که اینجا میگه بر چشمای همه ما اثر گذاشت همون است. اما بعضی دیگه میگه نه، مراد از سکرت، تسکیر، اثر جادو بر چشمها هست و مراد از سحر اثر جادو بر عقل و فهم است. اثر جادو بر عقل، یعنی اول جادویش کمتر، الان بیشتر شد. اول فقط در حد چشم، بل نحن قوم مسحورون، بعدا جادو بر چی؟ عقل و قلب. چنانچه بحر المحیط گفته بل نحن قوم مسحورون انتقالا الى درجة عظمى من سحر العقل. اول سحر چشم بود، الان درجه بالاتر که چیشه؟ سحر عقل هست. بل نحن قوم مسحورون. حالا خدای عزوجل جواب داد به مطالبات اونها که اونها مطالبه میکنند چرا اینطور نشده. الله تعالی میفرماید که اونها در واقع اراده ایمان ندارند. اگر حتی شما نشان بدهید خارق العاده را، در آسمان را باز کنید، باز هم میگویند که چشم ما جادو شده، قلب ما جادو شده، عقل ما جادو شده و قبول نمی کنند. ولی الله عزوجل حالا دلائل عقلی را ادامه میدهد. الله می فرماید ولقد جعلنا فی السماء بروجا، همانا ما قرار دادیم در آسمان بروج قرار دادیم. مراد از بروج چیه؟ ستاره های بزرگ هستند، ستاره های بزرگ درخشان که زیبا جلوه میدهند. شب انسان وقتی که اونها را تماشا میکند، انسان از تماشای اونها لذت میبرد. و زیناها للناظرین، بروج الکواکب العظام. و زیناها للناظرین، اون ستاره های بزرگ را باعث تزیین و باعث زیبایی ناظرین قرار دادیم. و حفظناها من كل شیطان رجیم. الله می فرماید ما آنها را حفاظت کردیم، اون آسمان ها را، از هر شیطان رانده شده، از هر شیطان رانده شده. ببینید قبل از بعثت رسول الله، قبل از بعثت رسول الله نه، قبل از خلقت انسان ها، رفت و آمد زمینی ها به آسمان آسان بود، راحت بود. اون زمان جنات بودند. اهل زمین و باشندگان زمین کی بودند؟ جنات بودند. رفت و آمد به آسمان ها هیچ کاری نداشت. همونطور که بلا تشبیه الان شما بخواید یک کشوری بروید راحت میتونید برید. شما سعودی میخواید برید میتونید برید، بالاخره یا با شتر یا با اسب یا با هواپیما میروید. اون زمان هم اونها به آسمان ها رفت و آمد داشتند، میرفتند و می آمدند، تا اینکه اون اشتباه را پدرشون ابوالجان کرد. خدای عزوجل رفت و آمدهای اونها را چی کرد؟ محدود کرد. اما یک سری مسیرهایی بود، مسیرهای دزدی، قاچاقی، که از اون مسیرها می رفتند اونجا
بعضی از مشاهدات خودشون را برای زمینی ها، برای موکل هایی که اونها را تسخیر کرده بودن نقل می کردند، تا اینکه بعثت رسول الله شد اون ورودی ها هم چی شد؟ بسته شد. حالا نمیتونن به آسمان ها برند. گاهی میان از پشت دیوار چیزهای گوش میکنن، اونها را هم شهاب ثاقب چیکار میکنه؟ شلیک میکنه. لذا در این آیه همین بیان شده و حفظناها من کل شیطان الرجیم، اون آسمان ها را ما حفظ کردیم از هر شیطان رانجیده شده. الا من استرق السمع، مگر اون انسانی که استراق کند، دزدی کند، چیزی را گوش کند، به دزدی گوش کند، فاتبعه شهاب مبین، او را دنبال میکند شهاب روشنی. شهاب ثاقب جای دیگه آمده، اینجا شهاب روشن. ببین این شهاب روشن چیه؟ حقیقتش را الله میداند، ولی از آیات متفاوت و مختلفی معلوم میشه که این از درون ستاره ها شلیک میشه، از درون ستاره ها رها میشه. حالا اون ستاره ها، در درون ستاره ها گاز هم هست، نور هم هست، انفجارات هم هست. انفجاری که میشه از اونجا این میپرد و میآید اصابت میکند به یکی از شیاطین که گوش میکند، او را از بین میبرد. علی ای حال اون چی که مسلم هست الله تعالی میفرماید که از درون ستاره هست. ما اینطور تشبیه میدیم که حالا شما در زمین هستید، از این زمین گاهی انسان ها موشک پرتاب میکنند که این موشک ها میرود از به عالمی ورای این زمین، غیر از این زمین، به اصلا گاهی به یک کره دیگه میرسه، گاهی به یک سیاره دیگه میرسه. لذا اونها هم شبیه این از اونجا شلیک و پرتاب میشن. مخصوصی کیا هستند؟ مخصوص همین شیاطین هستند. حالا یه چیز دیگه هست به نام شهاب سنگ. شهاب سنگ سنگ هایی هستند که اون سنگ ها رها می شوند و گاهی به سمت زمین هم می آیند و جو زمین، فضای بالایی اونها را ذوب می کند، اونها را متلاشی می کند. اینها منظور اون شهاب سنگ ها نیستند. شهاب سنگ با شهاب ثاقب فرق می کنه. اما بعضی شاید در ترجمه ها شما ببینید که همون شهاب سنگ ها را ذکر کنند. اون شهاب سنگ ها هم بالاخره با توجه به اینکه از آتش و از گاز و از اینها هستند، گاهی اونها منفجر میشن. در اونها هم شاید شما جرقه های آتش های مشاهده بکنید، چه به وسیله دستگاه چه به وسیله غیر دستگاه. ولی این شهاب ثاقب و شهاب مبین غیر از اون شهاب سنگی هست که هست و اون را هم شهاب میگویند چون اونم انفجار داره، اونم درخشندگی داره، اونم نور داره. والارض مددناها، زمین را ما پهن کردیم و القینا فیها رواسی، و انداختیم در آن زمین کوها را، و انبتنا فیها من کل شیء موزون، رویاندیم در زمین از هر چیزی مقدار معین به اندازه مشخص. و جعلنا لكم فیها معایش، و ما قرار دادیم برای شما در این زمین اسباب عیش، مأکولات شما، مشروبات شما، ملبوسات شما، تمام خوراکی و پوشیدنی همه در این زمین. و من لستم له برازقین، هم برای شما هم برای اونهایی که شما رازق اونها نیستید. حیوانات، چارپایان، مواشی شما، اونها را هم ما برای اونها رزق خلق کردیم، پیدا کردیم. و این من شیء الا عندنا خزائنه، نیست هیچ چیزی مگر نزد ما هست خزائنش، یعنی تصرفش، حکمش همه به دست ماست. و ما ننزله الا بقدر معلوم، ما نازل نمی کنیم مگر به اندازه معلوم. هر چیزی را که خدا بخواد به عنوان رزق نازل بکنه به اندازه معلوم نازل میکنه. حالا ببینید شما اگر خدا میخواست برای 10 سال ما گندم و جو و برنج به ما بده، اینا رو کجا انبار میکردیم؟ اینا خراب میشدند. آب به اندازه‌ای که برای امسال ما نیاز باشه و کشاورزی به اندازه‌ای که برای امسال ما نیاز باشه خدا میده. سال دیگه دوباره میده.
چون ما چنان انبارهایی نه برای آب داریم، مهار آب داریم که آب به اندازه 10 سال خودمون جمع بکنیم، نه یک روستا شاید یک سد بزرگی داشته باشه، منظور کل اهل زمین این همه آب که لازم داره نمیشه ذخیره که برای 10 سالشون، برای 20 سالشون. خوراکی ها را هم نمیشه، خوراکی ها خراب میشه، میکروب میگیره، دیگه مشکلاتی هست. لذا اگر خدا برای دیر وقت تا دیر وقت نازل بکنه و بگه اینها را برای 20 سالتون نگه دارید، خب خیلی هرج و مرج میشه. نه انسان جایش را داره، نه توانش را داره، نه قدرتش را داره. پس الله می فرماید و ما ننزله الا بقدر معلوم، ما نازل نمی کنیم آن رزق را مگر به اندازه معلوم. و ارسلنا الرياح لواقح، ما می فرستیم بادها را در حالی که باردار هستند، یعنی ابرهای باردار را با بادها. فانزلنا من السماء، ما نازل می کنیم از آسمان آب. فاسقیناکمو، به شما آب میدیم. و ما انتم له بخازنین، شما نیستین آب را جمع بکنید، ما برای شما جمعش میکنیم. خدای عزوجل باران که نازل میکنه آب را در زمین برای ما چی میکنه؟ خزانه میکنه، جمع میکنه، پسنداز میکنه. بعداً وقتی که باران نیست، الان تا زمانی که باران هست ما زمین های خودمون را از همین آب میدیم، هیچ زحمتی هم نداره. وقتی که باران نیست، اونی که خدا برای ما چی کرده؟ خزانه کرده، پسنداز کرده، جمع کرده ته زمین. اون را ما به وسیله نمیدونم قنات و به وسیله پمپ و به وسیله موتور و چاه موتور اینا میکشیم. الله تعالی به همه این جریاناتی که امروز بشر با اون دست و پنجه نرم میکنه به همه اشاره کرده که و ما انتم له بخازنین، شما نیستید که اون را ذخیره بکنیم، ماییم که برای شما ذخیره میکنیم. لذا وقتی که رزق شما به دست ماست، موت و حیات شما هم به دست ماست. و انا لنحن نحیی و نمیت، همانا مایی هستیم که زنده میکنیم میمیرانیم. و نحن الوارثون، بعد از اینکه شما بمیرید برید به جهان آخرت، وارث هم ما هستیم، ما همین چیز را جمع میکنیم. ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین. و علم ما هم، ببین اینجا بیان قدرت ما هم کامل، علم ما هم کامل. همانا ما میدانیم آنهایی که قبلا گذشتند از شما، و همانا ما میدانیم که آنهایی که بعدا میآیند، تمام کسانی که قبلا گذشتند، انبیا هستند، ملوک هستند، ظالم ها، مظلوم ها، خوبان، بدان، همه را خدا میداند. اونایی که در آینده میآیند، خدا میدونه در آینده چه انسانهای سرکش، چه انسانهای متمرد، یا چه انسانهای خوب و صالح، اونها را هم ما میدانیم، همه را ما میدانیم. الله می فرماید ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین، آنهایی که قبلا گذشتن اونها را هم ما میدانیم، آنهایی که بعدا میآیند هم میدانیم. و ان ربک هو یحشرهم، همانا ربت همه را حشر میکنه در قیامت، پیشینیان و آیندگان و موجودین را. انه حکیم علیم، بدون شک اون ذات با حکمت و دانایی است. بعد از این الله عزوجل می پردازد به آفرینش انسان. ببینید یک خلاصه خدمت شما عرض بکنم، این دو تا دلیل که شما الان خواندید که قدرت حاصل این هر دو دلیل اینه که خداوند قادر مطلق هم است، علیم به کل شیء هم است، قدرتش هم بسیار وسیعه، علمش هم بسیار وسیعه. و این صفت یه معبود حقیقی هست. هر کسی را که میخواهید معبود خود قرار بدهید، قبل از اون نگاه کنید که این صفات را داشته باشه. وقتی بررسی میکنیم فقط و فقط رب العالمین است که هم علمش زیاد هست، هم قدرتش زیاده، بقیه نیستند. خب پس باید فقط او را پرستش کرد. اما شیطان نمیگذارد، اما ابلیس هر جا مانع هست. ابلیس با ما چه مشکلی دارد؟ خداوند بار بار ذکر میکند، یادآوری تقریبا 7 جا خداوند همین داستان پیدایش آدم
و ابای انکار ابلیس را بیان می کند تا من و شما نسبت به ابلیس که دشمن آبایی و اجدادی ماست تنفر داشته باشیم. الله می فرماید ولقد خلقنا الانسان، اما این آیات را شبیه این آیات را شما قبلا خواندید به ترجمه، بسنده بفرمایید. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، همانا ما آفریدیم انسان را من صلصال یعنی از سفال یا همون گل خشک، اما من حمأ مسنون از گلی که مسنون متعفن است. ابتدا گل زیاد تو آب گذاشته میشه، تعفن میگیرد، خوب مرحله پختگیش میرسد، بعدا خشک میشه. والجان خلقناه من قبل، جن را ما آفریدیم قبل از انسان ها من نار السموم، از آتش سوزان. نار السموم یعنی نار الحر الشدید، خیلی شدید، از اون آتش درستش کردیم. خب این دوتا مخلوق بیان اصالتشون، اما حالا فضیلت. و اذ قال ربک للملائکه، زمانی که ربت به ملائکه گفت انی خالق بشرا، ای ملائکه من آفریننده هستم بشری را، من صلصال من حمأ مسنون، از گل خشک یا سفال، من حمأ مسنون از گل بدبو متعفن. اما شما فرشتگان آماده باشید، فاذا سویته، هرگاه اعضای او را برابر کردم، و نفخت فیه من روحی، و در او دمیدم از روح خودم. از روح خودم یعنی چه؟ ببینید این روحی اضافت تخلیقی است، یعنی اون روحی که من خلقش میکنم. روح را خدای تعالی خلق میکند، لذا هر جا روح را به خود نسبت داده، چون روح یکی از مخلوقات بسیار لطیف و ظریف است، خدا به خود نسبت داده، و الا همه را خدا پیدا کرده. فقعوا له ساجدین، شما برای او بیفتید سجده کنندگان، شما سجده بکنید، همه شما آدم را. الله می فرماید فسجد الملائکه كلهم اجمعون، سجده کردن ملائکه همگی سجده کردن الا ابلیس. ابلیس نکرد، ابلیس را خدا خصوصی دستور داد. ابا ان یکون مع الساجدین، انکار کرد و ابا کرد اینکه با سجده کنندگان باشد. قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدین، ای ابلیس چه شد تو را که سجده نکردی، از ساجدین نشدی؟ او از همون ابتدا کبر کرد، علت را گفت، علت طوری که میگه تکبره. قال لم اکن لاسجد لبشر، نیستم من این که سجده کنم برای بشری که خلقته من صلصال، او را آفریده از گل خشک یعنی از گل متعفن. قال فخرج، خداوند هم فوراً برای استکبار او را بیرون کرد، مهلت هم بهش نداد، چون که کسی تکبر داشته باشه قابل هدایت نیست. قال فخرج منها فانك رجیم، از این برو بیرون، تو رانده شده هستی. و ان علیک اللعنة الى یوم الدین، لعنت و نفرین خدا بر تو هست تا روز قیامت. اما شیطان مهلت میخواد، علت مهلت را هم خواندیم، بحثش را هم خواندیم. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، بار اله مرا مهلت بده تا روزی که همه بلند کرده میشوند از قبرها. خدا فرمود قال فانک من المنظرین، اما تا اون روز نه، الی یوم الوقت المعلوم، تا روزی که وقتش معین است پیش خدا، تا اون روز که اون یوم روز پایان دنیاست. شیطان میگه قال رب بما اغویتنی، بار اله به سبب اینکه مرا گمراه کردی. این تکوینان است، در تقدیر او بدبخت بود. لازینن لهم فی الارض، برای اونها مزین میکنم در زمین. چی را مزین میکنم؟ مفسرین نوشته المعاصی، گناهان را. گناه بسیار زیبا جلوه میده از نظر اونها. ولاغوینهم اجمعین، گمراه میکنم همگی را، همه را گمراه میکنم.
اما یک گروه هستن زورم به اونها نمیرسه. الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان تو از آنان، اون بندگانی که برگزیده هستند. خداوند فرمود قال هذا صراط علی مستقیم، این راه ایمان، راه توحید، راه عبادت، این راهی هست که بر من مستقیم وارد میشه، میاد به من میرسه. بندگان صالح من در همین راه قرار میگیرند. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان خاص من برای تو هیچ نوع تسلطی بر آنان نیست. الا من اتبعک من الغاوی، مگر اون کسی که خودش پیرو تو باشد از گمراهان، اون استثناست. بالاخره هر کسی که دنبال روی تو باشد ای ابلیس، موعد تو و موعد تمام اون پیروان تو در جهنم خواهد بود. و ان جهنم لموعدهم اجمعین، همانا جهنم موعد همگی آنهاست. لها 7 ابواب، اون جهنم 7 در دارد، 7 در دارد. بعضی از علما گفته این درهایش طبقاتی هستند، برای هر طبقه جهنم یک دری. مثلا پایین ترین طبقهش حاویه هست یا همون درک الاسفل من النار، اون خودش یک در جداگانه ای داره. جهنمی رو که اونجا ببرن از در ورودی خودش میبرن. لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم، برای هر بابی از آن بخشی هست که مقسوم، تقسیم شده. اونجا افرادی که تقسیم شدن برای جهنم، اونا از اون درهای خودشون می روند. این وعید بود، تخویف بود برای کسانی که بد عمل می کنند، برای کسانی که دنبال روی ابلیس و شیطان هستند. اما کسانی که پرهیز می کنند، تقوا را پیش می گیرند، ابلیس میگه گناهی، میگه نه گناه نمی کنم، اجتناب می کند از معاصی. الله برای اونها بشارت بیان می‌فرماید ان المتقین فی جنات و عیون، همانا متقیان کسانی که دوری میکنند از کفر و شرک در باغات و در چشمزارها هستند. آنجا به آنها گفته میشه ادخلوها بسلام، هم داخل بشوید در این بهشت همراه با سلامتی، یعنی هیچ خطری برای شما نیست. آمینین، همراه با امنیت، هم امنیت و هم سلامتی، نه مریضی هست نه خطر. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، در دنیا بعضی مؤمنان هم با هم دیگه دلخوری داشتند، اختلاف سلیقه داشتند. الله می فرماید ما بیرون می کنیم آنچه که در سینه هایشان است، من غل، از کنم که دل گرفتگی. غل از کینه را میگن، همون که دلهایشون از هم دیگه گرفته هست، در حالی که اخوان برادر هستند، علی سرر متقابلین، بر تختهای روبروی هم هست. هر کسی در دنیا با هم اختلاف داشته، هر دو طرف وقتی مسلمان هست، قبل از ورود به بهشت الله عزوجل اون اختلافشون را تمام میکنه. روایتی از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که ایشون میگوید قبل از این که ما به بهشت بریم، قبل از دخول به بهشت، ما و کسانی که با هم دیگه اختلاف اجتهادی داشتیم، طلحه و زبیر و اینها، قبل از ورود به بهشت تمام اختلافات ما تمام میشه. قبل از اون دلهای ما را الله عزوجل پاک میکند و ما را به بهشت داخل میکند. الله میفرماید این متقیان لا یمسهم فیها نصب، در اون بهشت هیچ خستگی به اونها دست نمیده. و ما هم منها بمخرجین، و اینها از بهشت اخراج نمیشوند. همون که سلام آمنین همینه، از بهشت اخراج و بیرون نمیشوند. حالا الله عزوجل برای همین وعده‌ای که فرمودند، این وعده برای مؤمنین بهشت و برای مشرکین جهنم، و ان جهنم لموعدهم اجمعین، این وعده را تاکید میکنه. نبع عبادی، خبر بده به بندگان من، انی انا الغفور الرحیم، همانا من پروردگار، من بخشاینده و مهربان هستم.
این برای متقیان است. و ان عذابی هو العذاب الالیم، همانا عذاب من اون عذاب دردناک است. علی ای حال، این در آخرت است. اما وقتی که خدای عزوجل در آخرت بندگان خودش را نعمت میده یا عذاب میده، معناش این نیست که در دنیا هیچ خبری نیست. بسیاری از بندگان که خوب عمل میکنند در همین دنیا لذت و شیرینی نصرت و فتح و ظفر و موفقیت را میبینند، و بسیاری از بندگانی که در دنیا بد عمل میکنند در همین دنیا هم عذاب میبینند، در همین دنیا عذاب میبینند، مثل قوم لوط. حالا الله عزوجل نمونه از عذاب بیان میفرماید. و نبئهم عن ضیف ابراهیم، ای پیامبر این نمونه تخویف دنیوی هست، به اینها خبر بده از مهمانان ابراهیم. چند تا مهمان برای ابراهیم آمد، اینا فرشته بودند. اذ دخلوا، جریان اینها را شما خواندید در سوره های مختلف. اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما، وقتی که داخل شدند بر ابراهیم سلام گفتند، سلمنا سلاما. قال انا منکم وجلون، چون که ناشناخته بودند ابراهیم هم پیغمبر خداست، غیبدان نیست، گفت انا منکم وجلون، ما از شما میترسیم، ما از شما میترسیم. قالوا لا توجل، اما این بعدها هست، اول غذا آورد، غذا که نخوردن گفت قالوا لا توجل، گفتن نترس، انا نبشرک بغلام علیم، ما تو را مژده میدهیم به پسرکی دانا که علم خدا بهش میده. قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، آیا شما به من، این انکار نیست، استبعاد هم نیست، استعجاب است، یعنی شگفتی خودش را ظاهر میکنه، ذوق زدگی خودش را ظاهر میکنه. چی گفتند؟ ابشرتمونی، آیا مرا مژده میدهید شما، علی ان مسنی الکبر، با وجود اینکه به من پیری دست داده، فبما تبشرون، به چه چیزی، به چه کیفیتی شما بشارت میدید، چطور؟ قالوا بشرناک بالحق، به حق بشارت دادیم که این مسئله یک وقت واقعی و حقی است، اتفاق میفته. فلا تکن من القانتین، از بندگان ناامید نباش، امیدوار. قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، ناامید نمیشه از رحمت پروردگارش مگر گمراهان. گمراهی که باشه ناامید میشه. من مؤمن نه، من ناامید نیستم. لذا متوجه شد که اگر بشارتی بود یک نفر کافی بود، اما این مسئولیت دیگری هم داره که جمعی از فرشتگان هستند. بعضی میگن 3 نفر بودند، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، بعضی میگن 7 نفر بودند. قال فما خطبكم ایها المرسلون، ما خطبكم یعنی ما شأنكم، ای فرستاده شدگان کار شما دیگه چیه، دیگه برای چی آمدید؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ما فرستاده شدیم به سوی قومی که جرایم پیشه هست، کارشون جرم و جنایت، کارشون هم جنس بازیه. الا آل لوط، مگر آل لوط را نجات میدیم، یعنی برای برادر زادت نگران نباش، اما بقیه را نه. انا لمنجوهم اجمعین، آل لوط، همگی آل لوط را ما نجات میدهیم، الا امرأته، مگر زنش، قدرنا، ما مقدر کردیم برای او، انها لمن الغابرین، همانا اون از غابرین هست، یعنی ماندگاران، اونجا میمانه، بقیه را نجات میدیم. بالاخره الله میفرماید فلما جاء آل لوط المرسلون، زمانی که مرسلون فرستاده شدگان پیش آل لوط آمدند، قال انکم قوم منکرون، لوط گفت شما قوم ناشنا هستید. این هم مراحل بعدی، ابتدا معرفی نشد.
قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، ما آمدیم برای پیش تو برای آوردیم. جئناک بما متعدی با هست یعنی آوردیم آن چیزی را که کانوا فیه یمترون، اینها در اون شک داشتند، یعنی عذاب آوردیم. و اتیناک بالحق، یعنی حق را آوردیم. عذاب حق بود. این همه مدت اونا دروغ میگفتن، باطل میگفتن، همه چیز را غلط میگفتن. و انا لصادقون، شما گرچه ما را به این شکل نمیشناسی ولی در این موعد، در این خبر ما راست میگی. لذا ای لوط دستوری که برای تو هست اینه، فاسر باهلک بقطع من اللیل، ببر اهلت را در تکی از شب، پاسی از شب. واتبع ادبارهم، واتبع یعنی دنبال کن پشت سر اونها، تو هم اونها را یعنی مثل چوپان پشت سر اونها راه برو، ببر اونها را. ولا یلتفت منکم احد، هیچ یکی پشت سر نگاه نکند. وامضوا حیث تؤمرون، بروید جلوتر، خدا میگه کجا بروید، هر جا که امر میشوید. لذا الله تعالی مکالمه فرشتگان و لوط را بیان کردند. حالا این ادخال الهی هست. الله میفرماید و قضینا الیه ذلک الامر، به سمت اون روستا و اون شهر این امر را ما فیصله کردیم که ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین، ریشه این قوم قطع میشه صبحگاهان، وقت صبح قطع میشه. بالاخره از اینجا خدا تصمیم عذاب گرفته، از اونجا قوم بیچاره، بیخبر، غافل، شادان و خوشحال که مهمانهای آمده خانه لوط و شکار ما هستند، مطلوب و مقصود کار ما هستند. و جاء اهل المدینه یستبشرون، اهل شهر آمدند که هم دیگر را مژده میدادند، خوشخبری میدادند. قال ان هؤلاء ضیفی، گفتند همانا، لوط علیه السلام گفت همانا اینها مهمانان من هستند. فلا تفضحون، با چنین حرکت شنی مرا جلوی مهمانان شرمسار نکنید، مرا خجل نکنید. واتقوا الله، در این حرکت مذبوحانه از خدا بترسید. ولا تخزون، من لوط را رسوا نکنید. قالوا اولم ننهک عن العالمین، ای لوط مگر ما تو را باز نداشته بودیم از عالمین، یعنی از حمایت عالمین؟ گفته بودیم که از مردم دفاع نکن. با مردم چی کار داری؟ حق نداری مردم را پناه بدی. به این معنی هم هست ای عن اجارت احدهم بینهم، تو نمیتوانی کسی را پناه بدی. و حیلولتک بیننا و بینهم، بین ما و بین اونها حائل باشی، این کار را نکن. لذا الله می فرماید که اونها وقتی که لوط را تهدید کردند، لوط علیه السلام به اونها گفت هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اگه شما این کاری میخواید بکنید، نیاز جنسیتون را برطرف بکنید، به سمت دختران من که یعنی همسران خودتون، هر پیامبر پدر اون ملت هست. حالا گرچه بعضی گفتن ایثار میخواست بکنه حتی دختران خودش را به عقد در بیاره، ولی خب تو کلش 2 تا دختر داشت، مگر چقدر میتونست حریف قوم بشه؟ لذا منظور همسران خود قوم هستند. اگر این کار را میکنه پیش اونها برید. اما الله عزوجل اینجا به صورت جمله معترضه به پیامبر محبوبش میگه و به این پیامبر خدا سوگند یاد میکنه به جان پیامبر، لعمرک، به جان تو ای محمد صلی الله علیه و سلم. ببینید خداوند عزوجل در قرآن معمولا به چیزهای ما مخلوقات که وظیفه داریم فقط به خدا سوگند بخوریم، به غیر خدا سوگند خوردن برای ما درست نیست. اما الله تعالی مختار هست، هر چی که انجام میده کسی نیست از او بپرسد، لا یسأل عما یفعل. لذا
خدای تعالی که در قرآن سوگند میخوره به چیزهایی که ارزشمند هستند و مفید و نافع هستند، مثل آسمان، زمین، ماه، ستاره ها، لیل، نهار. اینها نفعشون عمومی هست، به همه نفع میرسانند. لذا یکی از اونها که نافع هست، عمومی هست، نفعش به همه میرسد، ذات رسول الله صلی الله علیه و سلم است. لذا خداوند به جان پیغمبر خودش قسم میخورد. از اینجا معلوم میشه که هیچ موجود از رسول الله صلی الله علیه و سلم افضلتر نیست. علامه آلوسی اینجا نوشته تحت این آیه: ما خلق الله تعالی و ما زرع و ما برع. خدا نیافریده، خدا منتشر نکرده، درست نکرده نفسا اکرم علیه من محمد صلی الله علیه وسلم، هیچ نفسی را که برای خدا عزیزتر باشه از محمد صلی الله علیه وسلم. و ما سمعت الله سبحانه اقسم بحیات احد غیره. و میگه من نشنیدم هیچ جایی که خداوند به کسی قسم بخورد، به حیات کسی، به زندگی کسی که از محمد صلی الله علیه وسلم چی باشه غیر از محمد. معلوم میشه محمد از همه افضل تر است. لذا الامرک بجان تو، به زندگی تو، که انهم لفی سکرتهم یعمهون، همانا اون قوم در مستی خودشان، در نشه خودشان، یعمهون یعنی سرگردان کوردل بودند. فاخذتهم الصیحة مشرقین. الله میفرماید صیحه اونها را سر صبح گرفت. ببین چندین عذاب، حداقل 3 نوع عذاب. یکی همون فریاد، صیحه. حالا این صیحه میگه اول صبح صدای مهیبی شد که این قوم وحشت زده شد. بعدا روستایشون را، شهرشون را، اون شهر را الله عزوجل برد به طرف آسمان ها و از اونجا برعکسش کرد. سومین عذاب سنگباران شدند اونها. صدوم را به طرف آسمان برد و اهل صدوم را سنگباران کرد. اول صیحه. این 3 نوع عذاب هستند، چون که معلوم میشه خدای عزوجل از این عمل خیلی تنفر داره، به یک عذاب بسنده نمیکنه. خدا در جا میتونه سکتهشون بده، اما الله تعالی اون شدت غضب و شدت عصبانیت و شدت خشم خودش را به این قوم نشان میده. بیانگر این است که خدا بر این عملی که اینها میکردن، یعنی هم جنسگرایی، هم جنس بازی، تمایل به سمت جنس موافق، این از بدترین کارهایی هست که خلاف فطرت است. لذا بدبختن این انسانها که امروز تشویق میکنن به این کار، تبلیغ میکنن و حتی میخواهند که قانون پاس بکنن و این کار را مشروعیت ببخشند. نکاح مرد با مرد را، زن با زن را، این همین کاری است که خدا با این شدت عذاب میده. ببینید اول صیحه مشرقین یعنی سر صبح. قیل اول العذاب کان عند الصبح. اول صبح عذاب شروع شد و این صدا که همه را وحشت زده کرده بود و نمیدونستند تو کدوم سوراخ بروند، و امتد الى شروق الشمس، تا طلوع خورشید. اما هلاکت بعد از اون شروع شد. اول وحشت بود فقط. الله می فرماید فجعلنا عالیها سافلها، قرار دادیم بالای آن روستا را پایین و پایین را بالا، یعنی سرنگون. این 2. سوم و امطرنا علیهم حجارة من سجیل، ما باراندیم بر آنها سنگهای سنگل، اینها را بر آنها زدیم. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، همانا در همه اینها آیات و نشانات است، اما برای کسانی که می اندیشند. متوسمین یعنی متفکرین، کسانی که فکر می کنند، درس بگیرند از این جریان، نشاناتی برایشان هست. و انها لبسبیل مقیم. حالا شما مشرکین مکه، قریش مکه، میتونید سر بزنید. هر وقت به شام رفتید
بر این شاهراه مستقیم هست. سبیل یعنی چه؟ یعنی راهی که عرض کنم در مسیرش ما هست. ان فی ذلک لآیة للمؤمنین، همانا در این هلاکت، در این سرنگونی و تباهی آیه و نشانه هست برای مؤمنین. مؤمن از این آیات بهره میگیرد، مشرک نه. نمونه اول از عذاب دنیوی را ما خواندیم که الله عزوجل برای قوم لوط فرستادن عذاب را وقتی که اونها به نافرمانی و سرکشی و تمرد خودشون ادامه دادن. در نمونه دوم الله عزوجل قوم شعیب را می فرماید و این کان اصحاب الایکة لظالمین. این مخففه من المثقله هست، به معنی این هست. همانا اصحاب ایکه هم ظالم بودند. اصحاب ایکه کیا بودند؟ چه کسانی بودند؟ اولا قبلا هم ما خواندیم این بحث را که ایکه به معنای جنگل انبوه، محلی که انبوهی درختان، گنجانی درختان باشد. اینها چون در محلی بودن که اونجا درخت زیاد بود، باغ زیاد بود، سرسبزی بود و برای این قوم حضرت شعیب علیه السلام تعیین شدند. ما قبلا هم این بحث را خواندیم که حضرت شعیب علیه السلام برای قوم مدین تعیین شدند. بسیاری معتقدند که مدین و ایکه دو جای متفاوت و جداگانه هست. ابتداءً سیدنا شعیب برای اهل مدین انتخاب شدند، فرستاده شدند. اونها وقتی که به سرکشی و تمرد ادامه دادند، ظلم و ستم ادامه دادند، کلاهبرداری و خیانت در داد و ستد در معاملات ادامه دادند، خدای تعالی برای اهل مدین عذاب آورد. بعداً دستور داد که شعیب به سوی اهل ایکه بروند. اهل ایکه هم از نظر فامیلی، از نظر قومی هم فرزندان مدین بودند، از نسل مدین بودند، اما نسل یک برادر دیگه بودند. بعضی این اعتقاد را دارند. اما در قرآن کریم اینو داریم که اصحاب ایکه هم به همون مریضی خیانت در معاملات، خیانت در داد و ستد گرفتار بودند. میگویند چون اینها در یک زمان بودند، اینها هم همون مریضی را داشتند، همون مشکل را داشتند. این یک قول است، یک سخن است. اما قول دیگه اینه که اینها هر دو یک قوم بودند. مدین و ایکه یه جایی هست، اما اسم شهر مدین بود. از بس که اونجا باغ بود، از بس که درخت بود، از بس که درختان زیاد و گنجانی بود، ایکه هم بهش میگویند. پس این نیست که مدین جای دیگه باشه، ایکه جای دیگه باشه. این سخن دوم هست، این قول دوم هست. و معلوم میشه که بیشتر در قرآن کریم از آیات کلام الله مجید که جای دیگری نبود، چون نوع عذابشون، نوع گرفتاریشون، نوع مرض و جنایتشون همه مثل هم هستند. پیامبرشان هم حضرت شعیب هست. لذا بسیاری از اهل تحقیق بر این باور هستند که این دو جا نیست، یه جایی هست. علی ای حال الله تعالی می فرماید
اهل ایکه ظلم کردند، شرک کردند. فانتقمنا منهم، ما از اونها انتقام گرفتیم، ما اونها را به عذاب گرفتار کردیم. و انهما لبامام مبین، اینها هر دو، انهما تصنیه از هر دو، یعنی اهل ایکه و هم قوم لوط که شما قبلا خواندید که در صدوم بودن، هم ایکه و هم صدوم هر دو لب امام مبین، در شاهراه واضح بودن، در راه کشاده. منظور اینه که در سر راه عمومی بودند. لب امام مبین، امام میگویند اون راه عمومیه که همه از اونجا رد میشوند. واضح معنی اینه که هر کسی که میرفت از اون راه تردد میکرد میتوانست آن دو را ببیند. بعضی میگن و انهما یعنی اصحاب ایکه و مدین، این دو. و بعضی میگن نه، اصحاب ایکه و مدین یکی هستند، اینها و قوم لوط. چون که ما درباره قوم لوط هم قبل از این خواندیم و انها لبسبیل مقیم، در اون شاهراه عمومی بودن، در اون مسیر راه عمومی بودن. این دو تا نمونه. ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، این نمونه سوم هست از عذاب. همانا تکذیب کردن اصحاب حجر هم. اصحاب حجر هم قبلا ما خواندیم که حجر گفته میشه به اون زمینی، به اون شهری، به اون جایی که سنگلاخ باشد. چون اینها بین دو تا کوه بودند، این طرف و اون طرف همه سنگلاخ بود، به اینها اصحاب حجر میگویند. اینها هم مرسلین را تکذیب کردند. قبلا هم ما این بحث را خواندیم که خب برای این اقوام، برای هر یکی یه پیامبر می آمده، چطور همه پیامبران را تکذیب کردند؟ پاسخش اینه که چون که همه پیامبران در اصول مشترک هستند، دعوتشان دعوت توحید هست، یکتاپرستی هست، لذا تکذیب یک پیامبر مستلزم تکذیب همه پیامبران هست. لذا خداوند میفرماید و آتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین، ما آیات خودمون را، یعنی دلائل که دال بر توحید خدا باشد، دال بر یکتاپرستی باشد، این آیات را ما برای اونها بیان کردیم، به اونها دادیم. اونها از این آیات اعراض کردند، سر باز زدند، رویگردانی کردند. و چه کار می کردند؟ خدای تعالی چنان قدرتی به اونها داده بود، چنان امکانات قوی به اونها داده بود، بیشتر نیروی جسمانی، که وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، آنها از کوها برای خودشون خانه های امن درست می کردند، خانه های امنی که در اونجا زندگی می کردند، به زعم خودشون از تخریب و از زلزله و از طوفان و از هر آفتی محفوظ بمانند. اما فاخذتهم الصیحة مصبحین، صیحه که درباره صیحه هم قبلا خواندیم که این صیحه صدای چی بود. بعضی میگویند که صیحه صدای جبرائیل امین بود، بعضی میگن یک صدای وحشتناکی دیگری بود. الله میفرماید که صبحگاهان سر صبح اونها را دریافت و گرفت و فما اغنى عنهم ما كانوا یکسبون، دفع نکرد از اونها، دور نکرد آنچه که کسب میکردن. چی کسب میکردن؟ منظور اعمال مشرکانه اونها، اون معبودانی که غیر از خدا به اونها اعتماد داشتند و به اونها تکیه داده بودند، اون خدایان باطل، اون اعمال مشرکانه. چون انسان وقتی که اعمال صالحه داشته باشد، عمل مقبولی داشته باشد، این عمل مقبول او را از مصیبت نجات میده. ان الحسنات یذهبن السیئات، صدقه دفع بلا میکند.
همه اینها بیانگر این است که در بسیاری از موارد اعمال میتونه که بلاها را دفع کنه، جلوی عذاب خدا را بگیریم. ما خواندیم که و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، چون اونها استغفار میکنند، انسان از خدا معذرت خواهی بکند، از خدا به خدا پناه ببره، خدا عذابش نمیده. اما اعمال اونها اعمال درستی نبود، اعمال اونها اعمال مشرکانه بود. به همین خاطر فما اغنى عنهم ما كانوا یکسبون. پس این 3 تا نمونه بودند، 3 تا نمونه به صورت اختصار. این اقوام مشکلشون چی بود؟ مشکلشون ظلم بود، یعنی شرک. مشکلشون با خدا شریک گرفتن بود، در حالی که خدای عزوجل در تمام تصرفاتش، در تمام قدرتش یگانه هست. بعد از اینکه شرک اینها و عذاب اینها بیان شد، مجدد دلیل توحید میاد. منظور اینه ببینید که چه دلایل واضح و روشنی هست که خدای عزوجل در ذاتش، در صفاتش، در قدرتش، در خلقش، در پیدایشش یگانه هست. باید در عبادت هم یگانه باشد. چرا اینها در عبادت با خدا شریک می سازند؟ و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، ما نیافریدیم آسمان و زمین را و ما بین اینها را، آنچه که در میان آسمان ها و زمین است، الا بالحق، مگر برای اظهار حق آفریدیم، برای اینکه واقعیت و حق را نشان بدهیم. و ان الساعة لآتیة، و همانا قیامت می آید. ما قبلا خواندیم که خلق آسمان و زمین هم دلیل توحید است، دلیل مبدأ است، هم دلیل معاد است. از اینها هم استدلال میگیریم. در قرآن کریم این هر دو نوع استدلال هست، در جای جای برای اثبات توحید، که ببینید خداوند چه خالق بزرگی هست. آیا کسی بغیر از خدا وجود دارد که خلقی چنان بزرگ، خلق بزرگ پیشکش، یک خلق بسیار کوچکی به اندازه مگسی خلق بکند؟ نیست. وقتی که کسی نمیتونه مگسی را خلق بکند، چطور میتونه معبود انسان ها قرار بگیرد؟ پس خدایی که مخلوقات بزرگ و کوچک را مثل خلق آسمان ها و زمین را به عهده دارد، او لایق عبادت است. و علاوه از اینکه از بر توحید استدلال میگیریم، برای معاد هم استدلال میگیریم. انتم اشد خلقا ام السماء، پیدایش شما سخته یا پیدایش آسمان ها؟ آسمان ها را وقتی خدا میتونه خلق بکنه، بس شما جای خود دارید. به همین دلیل بعد از این خلق مخلوقات عظام، و ان الساعة لآتیة، قیامت هم می آید. یعنی قیاس کنید که اون ذاتی که اینها را خلق میکنه دوباره انسان ها را هم زنده میکنه. و این تخویف اخروی هم هست. فاصفح الصفح الجمیل، اما ای پیامبر شما از اینها روگردانی کن، روگردانی جمیل. روگردانی جمیل یعنی چه؟ قبلا ما خواندیم صبر جمیل اون صبری است که در اون شکوایی نباشد، در اون بالاخره داد و فریادی نباشد، شکایتی نباشد. رویگردانی جمیل، اعراض جمیل هم همینه که بالاخره تبلیغ خودت را بکن، بعد از تبلیغ شکایت نکن، بعد از تبلیغ منت هم نگذار، چیزی نگو. معلوم میشه که داعی خیر باید گذشتش بالا باشد، باید سینهش فراخ باشد، باید هر نوع تمسخری، هر نوع انکاری، هر نوع استهزایی از طرف تحمل کند، از کوره در نره. و وقتی که طرف داره تمسخر می کند به زیبایی، از کنارش رد بشه. خیرخواهی پیام رسانی خودش را داشته باشه، اما بیشتر تعرض نکنه اگه میخواد در امر دعوت موفق بشه. لذا فاصفح الصفح الجمیل، ان ربک هو الخلاق العلیم، چون که رب تو خلاق هست، فقط او هست خلاق. این مبالغه خالق، هر چیز را آفریننده و دانا.
و ما به تو نعمتهای زیادی دادیم. من جمله ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. یعنی اگر اونها تو را تمسخر میکنن، در عوض خدای تعالی به شما قرآن داده و سبعا من المثانی داده. سبعا من المثانی اشاره به سوره فاتحه هست. معلوم میشه که سوره فاتحه بسیار عظمت داره. 7 آیه هستند، به این خاطر سبع گفته میشه. مثانی به این خاطر که بار بار تکرار میشه. الله عزوجل چنین نعمتی به تو داده و بسیاری از نعمتها هستند، مثل نعمت قرآن، نعمت سوره فاتحه، که انسان، چون ما ایمان بالغیب داریم، همه چیز را لازم نیست که پرده برداشته بشه و حقایق را ببینیم. اینها نعمتهای بسیار عظمایی هستند، بسیار بزرگی هستند. نعمتهایی هستند که انسان را به خدا میرسانند. نعمتهایی هستند که انسان به وسیله اینها قرب خدا حاصل میکنه. لذا منظور اینه که به این نعمتها مشغول باش. اینجا یک اشاره لطیفی هست که هرگاه انسان ملول میشه، خسته میشه، رنجور میشه از کفر دشمن، از انکار، از استهزاء، از اذیت و آزار، خودش را مشغول بکند با آیات الهی، با ذکر و یاد حق. معنیش اینه که اونها اذیتت میکنن، ناراحت میشی، جوش نزن، نگران نباش. به این آیاتی که تکرار میشه بار بار، به این آیه مراجعه بکن، بار بار بخوان. بهترین چیز خواندن قرآن مجید است. اون اندازه که قرآن انسان را تسلی میده، هیچ چیزی برای انسان تسلی بخش نیست. و بهترین چیز هم عرض کردم تلاوت قرآن مجید هست. حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود که بهترین نازل شونده، بهترین کسی که فرود می آید الحال المرتحل هست. یعنی اون کسی که اینقدر قرآن می خواند که تمام می کند، فوراً دوباره شروع می کند، به پایان می رسه، دوباره آغاز می کنه بدون توقف، بدون درنگ. به همین خاطر به حفاظ گفته میشه وقتی که نماز میخوانند، در نماز قرآن میخوانند، در تراویح بالخصوص قرآن را ختم میکنند، که وقتی که به آخر قرآن میرسند، سوره ناس میرسند، قل اعوذ برب الناس را میخوانند، بعد از اینکه قرآن تمام شد دوباره از الف لام میم شنیدید که شروع میکنند، آغاز میکنند. این تا به این حدیث چی بشه؟ عمل بشه که حال مرتحل، که وقتی که کسی آمد قرار گرفت، فوراً دوباره حرکت را شروع کند، فوراً آغاز بکند. بعضی میگن حال مرتحل اون کسی هست که از جهاد می آید، به خانه که می رسد فوراً نیاز و تقاضا میشه، یه جای دیگه نیاز هست، یه جبهه دیگه هست، فوراً حرکت میکنه میره، بالاخره اصلا استراحت نمی کند. این بسیار فضیلت داره. این بهترین کسی است که از سفر آمده دوباره سفر را آغاز می کند. لذا اون کسی که قرآن را تمام می کند و استراحت نمی کند، توقف نمی کند، فوراً دوباره شروع می کند، بالاخره این فضیلت بسیار زیادی دارد. لذا فرمود که سبع من المثانی هست، بار بار تکرار میشه، این تمام که کردی دوباره آغاز کن. یک معنیش اینه. و همچنین قرآن عظیم. لذا این نعمت ها را که به شما خدا داده، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میدانست. به انبیا بسیاری از ملکوت السماوات والارض را خداوند به انبیا نشان داده بود، جایگاه و عظمت اینها را میدانستند. همونطور که به ابراهیم خداوند نشان داده بود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، در شب معراج هم به رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیاری از عجائب و شگفتی ها نشان داد. لذا حقایق اینها را خوب میدانند.
به این خاطر به پیغمبر گفته میشه که وقتی که اونها شما را ناراحت میکنن شما نگران نباش، چنین نعمتهایی داری و در مقابل نعمتهای مادی که اونها دارن این نعمتها سبحان الله چه تفاوتی دارد. کسی اینها را میفهمد که با عالم غیب در ارتباط باشد. لذا میفرماید لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، یعنی چشمت را خیره نکن و چشم ندوز به اون نعمتهایی که ما اون نعمتها را به عنوان متاع و به عنوان بهره‌گیری دادیم، آنها را ازواج منهم. ازواج منهم بعضی میگویند که انواع نعمتها و بعضی میگن نه ازواج منهم یعنی کفار مختلف، به یهود، به نصارا، به مجوس، به از کنم مشرکین، انواع کفار که هستند به اونها انواع نعمتها ما دادیم. شما وقتی که میبینی که اونها همه چیز دارن و شما میبینی، شما زیاد بر این نگران نباش، ولا تحزن علیهم، و بر اونها غمگین نباش، اندوهگین نباش. واخفض جناحک للمؤمنین، شما بالت را، بازویت را پایین کن برای مؤمنین، یعنی در خدمت مؤمنین باش. اگر اونها از شما حرف شنوی ندارن شما را ناراحت نکنه، شما یک جماعت مخلصی داری، یک گروهی از خاصان اطراف شما هست، بالاخره اینها شما را کافی هستند. قبلا ما خواندیم یا در سوره مبارکه انفال یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، این مؤمنین مخلصینی که اطراف شما هستند این بعد از خدا اینها کفایتت میکنند. لذا اینجا هم الله عزوجل همین رو میفرماید که اگر اونها مادیات دارند، انواع بهره‌گیری در دنیا دارند، شما برای اینها ناراحت نباش. واخفض جناحک للمؤمنین، جای دیگه است لمن اتبعک من المؤمنین. لذا برای مؤمنین شما بازویت را، شما بالت را پایین بگیر، یعنی با اینها همراهی کن. وقل اینی انا النذیر المبین، و به آنها بگو همانا من ترساننده آشکار هستم، شما را از عذاب خدا بیم میدهم. کما انزلنا علی المقتسمین، این نمونه چهارم هست از عذاب. خدای عزوجل این مقتسمین، این دو تا نمونه در زمان رسول الله بودند، اینا را هم خدای تعالی عذاب داد، ولی اینها بعداً به عذاب گرفتار شدند. کما انزلنا علی المقتسمین، همان گونه که ما عذاب را نازل کردیم بر مقتسمین. مقتسمین البته درباره تفسیر مقتسمین اختلاف است. بسیار میگویند که مقتسمین یعنی تقسیم کنندگان، یک گروهی بودند از قریش مکه که اینها بین خودشان ورودی های مکه را تقسیم کردند برای اینکه جلوگیری بکنند از گسترش دین، گسترش اسلام. لذا مکه حدوداً 15 تا یا 16 تا ورودی داشت. اینا بالخصوص در موسم حج که مردم به مکه می آمدند، افرادی را تعیین می کردند، تقسیم کار می کردند. در این ورودی ها هر کسی که می آمد به اونها می گفتند که ببینید این کسی که اینجا ادعای پیامبری می کند از ما هست، ما می شناسیم، مجنون هست، قابل اعتماد نیست، حرفاش را گوش نکنید. به این صورت بیچاره به گمان خودشون میخواستند جلوی گسترش اسلام را بگیرند. این یک تفسیر هست. قال مقاتل والفراء هم 16 رجلا بعثهم الولید بن المغیره. اینها را کی تعیین کرد؟ یکی از سرکردگان قریش و یکی از نظریه پردازان اونها ولید بن مغیره که چند جا آیاتی درباره ولید ما خواندیم. لذا اینها را تعیین میکرد ایام الموسم فاقتسموا اعقاب مکه. اینها ورودی ها
یه مکه را با هم تقسیم میکردند و انقابها و یقولون لمن سلکها لا تغتروا بهذا الخارج فینا. هر کسی که می آمد وارد میشد میگفتن ببینی فریب نخوری، این کسی که از میان ما خارج شده، از میان ما قیام کرده، یدعی النبوة فانه مجنون و ربما قالوا ساحر و ربما قالوا شاعر و ربما قالوا کاهن. هر یکی یه چیزی میگفت. یکی میگفت مجنونه، اما یک نفر به چند نفر میگفت، به یکی میگفت مجنون، به یکی میگفت شاعر، به یکی میگفت ساحر. حالا الذين جعلوا القرآن عضین، بعضی به همین معنا گرفتن که قرآن را تکه تکه کردن، بخش بخش کردن. گاهی قرآن را سحر میخوانند، گاهی قرآن را شعر میخوانند، گاهی قرآن را کهانت میخوانند، گاهی رسول الله را وقتی مجنون میگفتن دیگه قرآن را یک سخن بیهوده و یاوه میخواندند. الذين جعلوا القرآن عظیم به این معنی است. بعضی میگن نه، جعلوا القرآن عظیم به این معنی قرآن را بخش بخش و تکه تکه کردن. بعضی از آیاتش را قبول داشتن، میگفتن پیغمبر را که بعضی از قرآن را تغییر بده. اون آیاتی که درباره توحید بود، در رد خدایان اونها بود، اونها را میگفتن تغییر بده. بقیه آیه‌ای که درباره نماز بود، درباره صدقه و زکات بود، درباره عرض کنم خدمت شما که صله رحمی بود، این آیات را میگفتن قبول داریم. جعل القرآن عظیم به این معنی است. الله میفرماید فوربک لنسألنهم اجمعین، سوگند به رب تو ما از همه سوال میکنیم، همه را میپرسیم، باز خاص میکنیم همگی را، اما کانوا یعملون، آنچه که اونها انجام میدادند. اما مهم اینه که شما دلتنگ نباشید. فاصدع بما تؤمر، شما آشکارا شفاف با دلی باز اعلام کن اون چیزی که امر میشی. یعنی در توحید خدا شما هیچ نوع خفایی و پوشیدگی به کار نبر، آشکارا بیان کن. و اعرض عن المشرکین، از این مشرکین اعراض کن. ما اینها را همونطور که الله میفرما فوربک لنسألنهم اجمعین، اکثر اینها که خدا میفرماید ما اینها را سوال میکنیم در بدر کشته شدند یا ضربه خوردند. لذا اینها هم هستند نمونه دیگر از عذاب که الله تعالی اینها را، اینا تمام بیشتر اعضای ندوه ابو جهل بودند، اعضای جلسه ابو جهل بودند. خود ابو جهل، عتبه، شیبه، امیه، همه اینها کشته شدند در بدر. الله می فرماید انا کفیناک المستهزئین، ما شما را کفایت میکنیم از مسخره کنندگان. اینها باز گروه دیگه بودن از همین قریشی ها. بعضی گفته اینا 5 نفر بودن: ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل، اسود ابن مطلب، ابو زمعه و اسود ابن عبد یغوس. یعنی اینها اگر با شما دشمنی دارند، الله تعالی شما را کفایت میکنه از این دشمنانی که مسخره میکنند. الذين يجعلون مع الله الها آخر، اینا امراض زیادی داشتند اما عمده مریضیش شرک. کسانی که با خدا قرار دادن معبود دیگر، فسوف یعلمون، ان قریب اینها میدانند. و در پایان الله عزوجل تسلی میده پیامبر عزیزش را: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، ما میدانیم که دل شما تنگ میشه، سینه شما تنگ میشه به اون چه که اونها میگویند، تمسخر و کفریاتی که اونها میکنند. اما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. علاج حزن، علاج ناراحتی و نگرانی چیه؟ تسبیح و عبادت خدای عزوجل. بهترین درمان معنویت است، بهترین درمان برای هر غم و اندوه عبادت است، به خدا مشغول شدن است. به همین خاطر چون هم نصرت الله عزوجل میاد و هم پشت انسان گرم میشه، انسان احساس میکنه چنان پشتیبانی دارم
که اون پشتیبان را هیچ کسی ندارد، هیچ دشمنی این حمایت را ندارد که من دارم. و انسان یقین میکنه به کمک خدای عزوجل، یاری پروردگار و خداوند هم به وقتش یاری را میرسانه. به این خاطر میفرماید وقتی که از دست این مسخره کنندگان، از دست این مستهزئین دلت میگیره و سینه‌ت تنگ میشه، فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اول اینکه تسبیح پروردگار، پاکی خدای عزوجل، و دوم تحمید پروردگار. تسبیح همراه با تحمید، سبحان الله والحمد لله، یا سبحان الله و بحمده. و کن من الساجدین. سوم اینکه نماز بخون، هم ذکر تسبیح، هم تحمید، هم نماز. و کن من الساجدین. این چیزها عرض کردم هم انسان را، روحی انسان را تقویت میکند و هم باعث نصرت و یاری زودرس پروردگار میشه. و چهارم واعبد ربک، ربت را عبادت کن. این عبادت رب حالا این شامل نماز هم هست، ذکر هم هست، تلاوت هم هست، عبادت های دیگه هم هست، عبادت جانی، مالی، زبانی، همه نوع عبادت ها. تا کی؟ حتی یأتیک الیقین، تا لحظات موت. یعنی انسان وظیفه دارد، هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه که من الان واصل شدم، یعنی به خدا رسیدم دیگه من بازنشست شدم از عبادت. همونطوری که بعضی از اهل خرافات این ادعا را دارند. بعضی ها میگن که چرا نماز میگه این دیگه اینقدر خونده که دیگه تمامه، این به اون جایی که باید برسه رسیده، این واصل است. میگن به جایی که برسه رسیده. خیلی ها هستند که مریدانشون میبینند که فقط تسبیح دستشونه، نماز نمیخونن، میگن ما، شما با ما کار داشته نباشید، ما با یک عالم دیگه در ارتباطی، شما برید نمازتون بخونید بیایید. این گونه مردم را فریب میدهند. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم با آن جایگاه بلندی که دارد که سید اولاد آدم است، سید اولین و آخرین است، امام انبیا هست، اما خداوند به ایشون میفرماید که تا لحظات موت ربت را عبادت کن. و آن حضرت صلی الله علیه وسلم هم در احادیث زیادی ما میخوانیم که در آخرین لحظات با چه مشقتی، با چه زحمتی به نماز میرفتن، شرکت میکردن. آب میخواست، طهارت میگرفت، وضو میگرفت، تشت هنوز گذاشته بود، میخواست بره، دوباره غش میکرد، از حال میافتاد، دوباره بالاخره حالش که بهتر میشد دوباره طهارت میگرفت، دوباره حالش بد میشد، تا اینکه بالاخره میتونست به وسیله 2 نفر، با کمک 2 نفر دیگه خودش را به صف نماز برسوند. در چنین وضعیتی هم عبادت خدا را ترک نکرد و گویا به این آیه عمل کرد. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. یقین به معنی مرگ هست، موت هست، چون که مرگ یکی از یقینیات هست که هیچ منکری ندارد، همه مرگ را قبول دارند، گرچه بالاخره بعضی ها حتی به صورت تناسخ قبول دارند که روح از اینجا منتقل میشه به جای دیگه، ولی باز هم بالاخره از اینجا تمام میشه، این روحش تمام میشه. پس مرگ را حتی منکر خدا، منکر توحید، منکر قیامت، منکر زنده شدن بعد از مرگ، اون را انکار داره، ولی خود مرگ را قبول داره. به این خاطر اسمش یقین است.